مسیر پارکوی تا تجریش یه مسیر ساده نیست، یه حال خوبه. از عطر پیتزا فوتینا و تا یک فنجون آرامش تو کافه پیستریسن و بعد آرامش باغ فردوس و موزه سینما. مسیر رو ادامه میدیم از بوستان قلمستان و کتابخانه باهنر تا برسیم به میدان و بازار تجریش، قلبی که همیشه زنده است. کافه ها، کیوسکا و طعمای فوری در هر قطعه. اینجا تجریش جایی برای کشف، چشیدن و خاطره ساختن. جمعه بازار به سبک نشر چشمه. ماجرا از این قراره که نشر چشمه هر هفته محصولات تازه‌ای از زنان کارآفرین و روزنامه نگار معرفی و عرضه میکنه. از نون و شیرینی خونگی گرفته تا اکسسوری، شمع، هنرهای دستی و سرامیک. یه فضای صمیمی و پر انرژی که هر هفته جمعه ها از ساعت 5 عصر تا 9 شب توی خیابون کریم خان برگزار میشه و تا پایان تابستون ادامه داره.